کارمندان باجخانه در فرودگاه شهر نیژنیوارتوفسک در شمال روسیه از بغاج یک مسافر از تاجیکستان 62 قوطی عطر روغنین پیدا کردند. کارمندان باجخانه به اینکه چنین مقدار زیاد عطریات برای استفاده شخصی یک نفر باشد شبهه کردند و آن را مال تجارتی دانستند که باید در باجخانه برایش حتما اعلامیه پر میکرد. شهروند تاجیکستان گفته است که پر کردن اعلامیه را فراموش کرده است، ولی با این وجود همه 62 قوطی عطر را در باجخانه مصادره کردند و به دست مسافر فراموش خاطر به جای عطریاتش پروتکل درباره قانونشکنی ماموری را سپاریدند. خدمات مطبوعات ریاست باجخانه منطقه تیومن در شرح این قضیه گفت در این رابطه پرونده درباره قانونشکنی ماموری باز کرده شده است. دادگاه قرار قبول کرد که همه 62 قوطی عطر از مسافر گرفته شده مصادره گردیده سپس نابود کرده شود. به این ترتیب مسافر تاجیک نه فقط 62 قوطی عطرش را از دست داد، بلکه برای در باجخانه اعلام نکردن مالهای با خود آوردهش باید اکنون جریمه هم بسپارد.